بدخشان هم نسبت به بدخشان افغانستان خیلی پیشروی ها زیاد است. این ما از سایت های گوناگون، از منبع های گوناگون میخوانیم و خود بدخشانی های از افغانستان خیلی در هوس به بدخشان تاجیکستان نظر میکند و در بعضی شرح های خود می نویسند که کنی بدخشان افغانستان هم بدخشان تاجیکستان بر این آباد شود، آرام آسایشته شود و این چیزها را البته به نظر گرفتن در کار و با گروه یک گروه جوانان و یک گروه همین شخص ها من گفتنی هستم که با عقیده های و غایه های بعضی شخصان باور نکنید، با آنها جواب درست دهید و آرامی آسایشتگی جمهوری تاجیکستان را نگاه داشتن و حصه خود را گذارید، چون که برای ما و برای مردمان جمهوری تاجیکستان آسایشتگی، آرامی، تینجی از همه بهترین نعمت می باشد.